مرا ببود برای اولین بار، برای اولین بار سنگینه بار تن برام دلم گرفت. ای قشنگ‌تر از پری دوست دارم بی تو رو سری چون سری رو پری پری الهی معروف پری بالاست برگرد بی برو برگرد. خب سلام علیکم، بهراد هستم و با یک قسمت دیگه از برنامه تایمات با بهراد در خدمت شما عزیزان هستیم که چهارشنبه ساعت 10 شب به وقت ایران از شبکه ماهواره نواهنگ پخش میشه برنامه و بازپخش اولش جمعه ساعت 9 شب و بازپخش دوم یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر هستش که طی روزهای هفته هم به صورت رندوم، تایمای رندوم هم برنامه باز پخش میشود که اگر شما دوستان عزیز اتفاقی از شبکه نواهنگ رد شدید شاید شانس داشته باشید که برنامه رو ببینید اگه از دست داده باشید، یا اگر هم جایی بودید که دسترسی به ستلایت نداشتید اون هم مشکلی نداره، میتونید همین الان گوشیاتون رو بردارین و با دوربینش این QR کدی که اینجا روی تصویر میاد رو اسکن کنید، وارد کانال یوتیوب برنامه تایمات با بهراد بشید و دسترسی کلی داشته باشید به آرشیو کامل برنامه از فصل اول تا فصل سوم. بریم ببینیم دیگه چه خبره توی اپیزود این هفته. خب رفقا، تو آخرین اپیزود این فصل قراره که با هم دیگه برگردیم به 15 سال پیش و ویدیوی ریمیکس آهنگ خالی از ابی عزیزم رو ببینیم که چه کاری بود واقعا، و بعدش هم نمیریم سراغ هنرمند انتخابی این هفته چون کلی براتون توضیحات دارم درباره این سه فصل و فصل جدید. ولی خب نقد و بررسی 5 آهنگ برتر هفتگی اپلیکیشن و سایت نواهنگ سر جای خودش هست که این هفته عبارتند از شماره 5 حسین توکلی، شماره 4 روزبه بمانی عزیزم، شماره 3 فاطمه مهلبان هنرمند و شماره 2 آرون افشار و شماره 1 هم که فقط میتونم بگم رفیق شفیق خودم هستش. و در آخرم که با معرفی موزیک ویدیوهای جدید این هفته در خدمتتون هستیم که ویدیوهای جدید شهره عزیزم آماده شده، پس دیگه میدونید که هیچ جوره نباید این اپیزود رو از دست بدیم. به اپیزود 12 از فصل سوم خوش اومدید. اجازه بدید که چند دقیقه از وقت با ارزش شما عزیزان رو بگیرم و یک سری اطلاع رسانی و یک سری توضیحاتی درباره این سه فصلی که گذشت و فصل 4 به شما عزیزان بدم و بعدش بریم سراغ برنامه و روال اصلی برنامه. خب ما تا الان 3 فصل رو مهمون خونه شما عزیزان بودیم که میشه تقریبا 9 ماه بوده که ما هر هفته از شبکه نواهنگ مهمون خونه شما بیننده های عزیز بودیم و توی این مدت و راهی که با هم دیگه طی کردیم با چالش های زیادی روبرو بودیم. از ترک هایی که به بازار ارائه دادین و در اختیار شبکه ماهواره نواهنگ گذاشتین اگر جای پشتیبانی و تشویق داشته ما بی‌منت این کار رو انجام دادیم هر هفته و همزمان هم سعی کردیم که دیده شدن همه عوامل یک کار هنری اولویت مردم و بیننده های این برنامه باشه و نه فقط خواننده‌ای که روی صحنه روی استیج جلو میسته یا عکسش روی کاور کار خورده میشه. این کارو ما با نام بردن تمام عوامل قبل از گوش دادن به ترک شما که در چارت 5 آهنگ برتر هفتگی شبکه نواهنگ قرار گرفته انجام دادیم و حتی بعد از گوش دادن به هر ترک من از تمام عوامل و شما خواننده عزیز تشکر کردم و دوست دارم که این فرهنگسازی واقعا جا بیفته چون واقعیت امره که همه عوامل زحمت کشیدن تک به تک و این کار هنری، این پکیج هنری رو به بازار ارائه دادن. درسته که ما فقط ممکنه صدای خواننده روترین و بالاترین بیشترین قسمت ذهنمون رو درگیر کنه، ولی اگه یک مقدار به خودمون فشار بیاریم میفهمیم که اون تنظیم کننده و اون نوازنده ها، اون آهنگساز، اون ترانه‌سرا چه کردن که واقعا داره با روح و روان ما اونجوری بازی میکنه و این اولویت ما بوده که می‌خواستیم همیشه این فرهنگسازی خوب رو انجام بدیم. تا حالا نداشتیم، یعنی واقعا حتی هزار تا برنامه دیگه هم بوده خیلی کم بهش اشاره شده که آهنگساز، ترانه‌سرا و تنظیم کننده و میکس و ماسترینگ کیا بودن و چی کار کردن. همه این کارا رو کردیم و میگم اگر جای تشویق و پشتیبانی داشت هم انجام میدادیم بدون منت، ولی خب اتفاق خاصی میدیدیم نمیفته. ولی از اون طرف تا یه نقد درست و منصفانه ولی متاسفانه منفی از شما عزیزان انجام میدادیم و با بینندگان به اشتراک میذاشتیم، فن پیجای شما یه دفعه شروع میشد پیداشون شدن و از همه ور به من حمله میکردن که اصلا اون فان قضیه است، یعنی هیجانه. یه همچین کاری به اون قسمتی هستش که من دوست دارم با فن پیج‌های شما سر و کله بزنم و واسهشون توضیح بدم، چون من دوست دارم که ثابت کنم که یک سری رفتارها و یک سری حرکت‌های هنرمندان و مخاطبین اشتباهه، واقعا اشتباه جا افتاده و داریم اشتباه میزنیم به قول دوستانمون
عزیزمون توی باشگاه‌های ورزشی، که حالا همون مقوله فن پیج ها هم که پشت خودش یک دنیای نهفته‌ای برای خودش داره بماند. بگذریم از اون مقوله فن پیج ها که میدونیم چه خبره و چه داستانایی داره، شاید یک اپیزود دیگه ای رو توی فصل بعدی بهش اختصاص دادیم، چون واقعا جالبه. این فن پیج ها هم باید ما یه سری داستان‌هاشو با بیننده‌های عزیزمون در میون بذاریم. آره خلاصه یعنی فقط اون موقع بودش که برنامه تو دید شما بود، ولی وقتی که منصفانه تشویق می‌کردیم، پشتیبانی می‌کردیم ازتون، به مخاطبینتون میگفتیم که بیان حمایت کنن، گوش بدن، آنلاین، قانونی و همه این چیزا، هیچ ما تو چش شما نبودیم دیگه. اصلا برنامه وجود نداشت اون موقع. مگه خود شما از مردم دلگیر نبودین که به اصطلاح ارزش هنر داره میاد پایین توی جامعهمون؟ خب ما اینجاییم که همین کارو انجام بدیم دیگه، با کمک شما عزیزان. چون بارها از طرق مختلف با ما تماس گرفتید و خواستید که حاشیه برنامه رو بیشتر کنیم، چون جوری که ما فهمیدیم از دید شما عزیزان بیننده تنها چیزی که این برنامه کم داره حاشیه است. ولی دوستان، بیننده هایی که این برنامه داره دنبال حاشیه نیستن، دنبال حرف های واقعی هستن که از یک دید جدید و کلی هر هفته داره به کارها نگاه میکنه. ویژنی که خودش رو با مارکت مدرن امروزی وقف داده، مثل خیلی از آرتیستای عزیزمون که دارن این کارو توی مارکت امروزی میکنن. دوستان عزیز، ما یک رسانه هستیم، نه یک پیج اینستاگرامی. حاشیه در فرهنگ لغت رسانه‌ای معنی کلاهبرداری رو میده در انتها. یعنی منظورم اینه که ته تهش معنی و خواسته ی حاشیه، کلمه حاشیه اینه که مخاطب رو گول بزنیم. یعنی اینکه یک چیز دروغین رو به شما بگیم که شما فقط جذب ما بشید و بعدش بگیم هیچی توش نباشه، توهی باشه. کاری که الان در اینستاگرام فارسی زبان یعنی شده هدف اصلی هر کاربری که اونجا هست و تولید محتوا داره میکنه، و چون فان هست و هیجان توی این حاشیه ها هستش، متاسفانه خب خیلی با روحیات خراب ما ایرانی‌ها در حال حاضر به دردمون میخوره و خوراک روحی چرت و پرتیه که در لحظه این یه مواد مخدر میمونه که در لحظه حال شما رو خوب میکنه، ولی از همه نظر داره شما رو میبره عقب‌تر از چیزی که بودید. و این شده تنها راه موفق شدن در سوشیال مدیا و اینستاگرام، نه سوشیال مدیا، در اینستاگرام فارسی زبان. چون هیچ جای دنیا اندازه ما ایرانی‌ها به اینستاگرام اونقدر بها داده نمیشه که ما ایرانی‌ها داریم میدیم. شده اصلا نامبر 1 رسانه‌ای که بین ما ایرانی‌ها هستش. حالا به چه دلیل واقعا نمیدونم، اون خودش یه بحث روانشناسی جدا داره که بعد تحلیل شو بریم توش. البته یه وقت اینجا منظور من بد برداشته نشه، ما بیننده چند میلیونی خودمون رو هر هفته داریم، بحثی نیست. چون شما اینجوری شاید فکر نکنید با خودتون، به هر حال اون نمودار و آماری که ما داریم میبینیم و شما نمیبینید و طبیعتاً از اون ور فقط یک اینستاگرامی رو میبینید که خیلی ضعیف هستش، پیج تایمات با بهراد در اینستاگرام، که اونقدر رشد نکرده، اونقدر بهش توجه شاید داده نشده در حدی که باید داده میشده. و شما فکر کنید که من این حرفا رو الان دارم میزنم به خاطر اینکه ما ویور نداریم یا بیننده نداریم. نه، این اشتباه رو نکنید. ما بیننده میلیونی خودمون رو، چند میلیونی خودمون رو هر هفته داریم، فقط به خاطر فشاری بود که از طرق مختلف به ما می آورد واسه این حاشیه و می‌خواستیم براتون یک جا توضیح بدیم که دلیل نداشتن حاشیه در برنامه ما این هستش که نه ما می‌خوایم نه دنبالش هستیم. ما حتی جاهایی بوده که از نقد منفی گذشتیم به حرمت اون خواننده و هنرمندی که سالها برای ما خاطره سازی کرده. حالا یه کار اشتباه هم نه، شاید به سلیقه ما نبوده، یا شاید حالا توی تایم درستی به بازار ارائه نشده. مثل کار ابی، آخرین کار ابی که به بازار ارائه شد به سلامتی، ما فقط گوش دادیم و علنا گفتم به حرمت چندین سال هنرمند بودن و خفن بودن ابی عزیزمون ما میگذنیم از این آهنگ. ولی خب اون حرف من یعنی اینکه سکوت، یعنی اینکه توش کلی حرف هست، ولی نکردیم این کارو. این خودش یه فرهنگ سازیه که شما رو اول به سابقتون نگاه کنن، چون سابقه هنری و کاری شما نشون میده که چه کاره هستید. اگر اشتباهی ازتون سر بزنه میتونن به گذشته برگردن و ببینن که اوکی این کارنامه هنری انقدر قوی هستش که از این اشتباه بشه گذشت. ولی متاسفانه دوستانی هستن، اینو قبلا هم بهش اشاره کرده بودم، که شما شاید اینجوری فکر کنید که ما هم مثل اون دوستانی هستیم که دنبال 2 تا لایک و ویو هستیم و به خاطرش هر کسی رو تخریب میکنیم و به هر کسی خیلی راحت میشینیم جلوی یه دوربین لقب میدیم. چجوری میتونی به خودت اجازه بدی بشینی یک هنرمندی رو که زحمت‌ها کشیده، حالا شاید یه اتفاقی براش افتاده، یه اتفاق منفی توی کارنامه‌اش بوده، تو بعد بشینی لقب بدی بهش، بعد اسم خودت تو میذاری هنرمند که نشستی داری نقد میکنی؟ هنرمند کار اصلیش فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و هنر خوب نشون دادن به مردم، نه تخریب کردن. شما حتی با دلیل نمیای بگی که چرا این لقب رو به ایشون دادی، فقط فن پیج و دیگر هیچ.
دوستان عزیز، همه هنرمندان عزیزی که دارید این برنامه رو میبینید، کار ما این هستش و بالاخره توی این مارکت بودن بعد از 15 سال به ما همه سخنان شما، تمام دیدهای شما نسبت به این برنامه به گوش ما میرسه یا خودمون میفهمیم. اصلا خیلی داستان آشفته بازارتر از این چیزاست. پس ما میبینیم که شما دارید میبینید و خوشتون میاد از این برنامه. پس بیاید با همدیگه در این راه قوی‌تر بریم جلو. ما یک رسانه داریم، شما محبوبیت. این دو اگه قاطی بشن یک قدرت و پاوری میتونه به وجود بیاره که تا حالا نبوده، تو مارکتمون نداشتیم به خاطر هزار تا شرایط و میتونیم شروعش الان باشه با همدیگه و قدرت رو توی دست بگیریم و کارهای خوب و درست این آشفته بازار رو جمع کنیم. شما به این برنامه نیاز داشتید، نگید نه که اصلا باور نمی‌کنم. ما هم نیاز رو دیدیم توی جامعه‌مون که یه همچین برنامه‌ای نیاز هست که بیایم شروعش کنیم، ولی نیومدیم دنبال حاشیه. انقدر این راهو ساده ادامه میدیم ولی درست، تا اینکه بفهمید این برنامه دقیقاً اصل و قضیهش چیه. ولی همونجوری که گفتم احساس میکنم خیلیاتون که اولا عاشقتونم، عشقی، دم تک تکتون گرم به خاطر ساپورتایی که میکنید. هنرمندای عزیز، اصلا بیننده ها به کنار، دمتون گرم، تک تکتون عشقین. بخوام اسم ببرم کلی زمان میبره، ولی یه سریاتون احساس میکنم که هنوز یختون آب نشده یا اینکه میترسید، یه استرابی توتون هستش که ریاکشنی هنوز نشون ندادید ولی به گوشمون رسوندن که ریاکشنتون مثبت بوده نسبت به این برنامه. پس بیاید با هم دیگه باشیم، برای اولین بار یک جا شروع کنیم، رسانه و هنرمند با هم دیگه قدرت رو بگیرن تو دستشون و کارهای خوب فقط اجرا شه. چون متاسفانه ما انسان‌ها و مخصوصا ما ایرانی‌ها به خاطر شلوغ بودن ذهنیمون یادمون میره که کی چی کار کرده برامون و کی این کارو انجام داده. پس بیاین خودمون این کارو با هم دیگه شروع کنیم و بریم جلو. قربون هنر تک تکتون بشم من و قربون گوشا و چشای بیننده‌های عزیز برنامه تایمات با بهراد هم بشم که بعد از 9 ماه که در خدمتتون بودیم این چند دقیقه رو از وقت عزیز و گرانبهاتون به بنده دادید که بتونم این حرف‌ها و توضیح‌ها و حرفای دلم رو یک مقدار با هنرمندان خوب کشورمون در میون بذارم و از شما بیننده‌های عزیز و با شعور برنامه‌مون هم یک تشکر بکنم که انقدر خفنی تک به تکتون. واقعا دمتون گرم. و اینکه از فصل بعدی یکی از بازپخش‌های برنامه زمانش تغییر خواهد کرد. فکر می‌کنم که بازپخش جمعه شبمون باشه که زمانش تغییر پیدا خواهد کرد، ولی خب سر وقتش 100% دوستان من توی شبکه اطلاع رسانی رو شروع خواهند کرد برای شما عزیزان. و اینکه عزیزای دلم، اینو برای چندمین بار دارم واقعا توضیح میدم، به خاطر اینکه دیگه خیلی سوالا داده زیادی تکراری میشه در مورد رتبه بندی جدول 5 آهنگ برتر اپلیکیشن و سایت نواهنگ. این رتبه بندی طبق بازدید کاربران اپلیکیشن و سایت نواهنگ رقم میخوره که شما عزیزان هم میتونید مثل 5 میلیون کاربر اکتیوی که سایت اپلیکیشن نواهنگ داره شما هم جوین بشید به اونا و توی این رتبه بندی تاثیر بذارید و با بازدید بیشتر از کارهای هنری آیدول یا هنرمند مورد علاقتون بیشتر ساپورتش کنید و بیشتر پلی کنید که این رتبه بندی بتونه صعود کنه توی رتبه بندی و جدول 5 آهنگ برتر هفتگی اپلیکیشن نواهنگ. و همچنین هر کانتنت دیگه‌ای که توی برنامه می‌بینید، حالا چه ویدیو باشه، چه MP3 و عکس یا هر چیز دیگه، کانتنت هایی هستش که یا خود هنرمند یا تیم هنریشون مستقیما در اختیار ما گذاشتن دوستان. چون برنامه توی سوئد ضبط میشه و از فنلاند پخش میشه و ما کاملا قوانین کپی رایت رو کامل رعایت میکنیم، چون اگر نکنیم به راحتی میتونید از ما شکایت کنید و باید این قوانین رعایت شه. این قوانین هست برای رعایت شدن و این کارو ما انجام میدیم. پس تا زمانی که از طرف تیم هنری خودتون یا خودتون مستقیما برای ما کاری رو نفرستاده باشید، ما در سایت نواهنگ نمیتونیم قرارش بدیم و اگر در سایت نواهنگ قرار نگیره خب طبیعتاً کاربرهای سایت نمیتونن پلی بدن به کار و رتبه بندی هم در این صورت انجام نمیگیره، چون اصلا کار توی سایت نیست. به خدا این بحثو من هفته پیش با اشکین عزیزم داشتم که برگشت گفت توی اپیزود قبلی چرا کار اونقدر قدیمیم رو پخش کردی و کار جدیدم رو پخش نکردی، که براش توضیح دادم که آیتم ریاکشن تایم، آیتم نوستالژی از ویدیوهای نوستالژی هست که ما اون ویدیوهای قدیمی رو بیشتر بهش میپردازیم و اینکه شما برای ما کار جدیدت رو نفرستاده بودی که ما بتونیم مثلا وارد سایت بکنیم که به خاطر پلی خوردنش بیاد توی جدول قرار بگیره. یه جورایی واقعا اینو قبلا هم تکرار کردم، خب شاید بیننده‌ها کمتر بودن اون موقع، باز هم میگم این داستان دقیقاً شبیه همون جوکی میمونه که یک آقایی دوست قدیمیش رو بعد از مدت‌ها توی خیابون میبینه، میگه بابا نامرد ما تلفن نداریم تو چرا زنگ نمیزنی؟ خب اگر شما کارتون رو نفرستادید برای ما چی رو برداریم بذاریم تو سایت که پلی بخوره بیاد چهارم، پنجم، اول، دوم، سوم بشه؟
یه چیزی میگید رفقا، واقعا اذیت میکنید منو. پس کارهاتون رو برای ما بفرستید، ما وارد سایت بکنید، طبق بازدید مخاطبان سایت و اپلیکیشن کار شما رتبه‌بندی خودش رو به دست میاره و وارد چارت میشه. این 5 آهنگ برتر هفتگی سایت و اپلیکیشن نواهنگ هست و هر کانتنتی که در برنامه شما به چشم میبینید. خب گفتم برنامه توی سوئد ضبط میشه و توی از فنلاند پخش میشه و برای همین دوستان عزیز و برندهایی که در اسکاندیناوی هستین خب 100% خیلی راحت‌تر میتونید با ما کار بکنید برای اسپانسرینگ این برنامه، یا دوستان و برندهای دیگری که در اروپا هستن هم به همچنین، چون به هر حال کار کردن بین کشورهای اروپایی خیلی راحت‌تر میتونه باشه و بازخورد بهتری داشته باشه. خواستم اینم اعلام کنم که شما عزیزان میتونید با واحد بازرگانی شبکه ماهواره نواهنگ از طریق واتساپ یا تلگرام با شماره تلفن 2035 84 13 14 64 64 تماس برقرار فرمایید. و در آخر هم که این اپیزود به خاطر اینکه این همه نشستم برای شما حرف زدم و توضیح دادم و وقت ارزشمند شما عزیزان رو گرفتم، هنرمند انتخابی هفتگی رو نداریم، آیتمش رو دیگه واقعا تایم نداشتیم، شرمنده. خب این هفته همون جوری که گفتم قراره که با همدیگه برگردیم به 15 سال پیش، سال 2009، زمانی که الکس عابدی یک تنظیم دوباره خفن و واقعا خوشگل رو از یکی از بی‌نظیرترین کارهای ابی عزیزم خالی، ساخته سیاوش قمیشی عجوبه رو تصمیم گرفت که دوباره روی ارنجش کنه و به گوش ما برسونه که واقعا دمت گرم که این کارو کردی الکس جان، خیلی خفن بود. و نویسندگی و کارگردانی کار هم که توسط نوید اخوان هستش، ترانه‌سرایی کار توسط زویا زاکاریان عزیز انجام شده و تنظیم ورژن اصلی توسط اریک عزیز انجام شده. ولی خب من خودم کلا با این آهنگ که خاطراتی دارم، ولی با این ورژن مدرنش یه سری خاطرات خیلی خفن‌تری هم پیدا کردم و تونستم بسازم. بریم با هم دیگه این کار رو ببینیم، برمیگردیم. همین این سولوی ترامپتی که داره میزنه چقدر خفنه الکس. خالی از عاطفه و خشم، خالی از خویشی و غربت، گیج و مبهوت بین بودن و نبودن. عشق آخرین هم سفر من، مثل تو منو رها کرد. چقدر بچه بوده نوید، عمر گران میگذرد خواهی نخواهی. حالا دستام مونده و تنهایی من. چه تصویر خوشگلی از ابی گرفته کارگردان. شما رو این صحنه باشید. این آهنگ وقتی اومده بود روزی که ریلیز شد، دقیقاً زمانی که ریلیز شد، من خونه یکی از دوستان بودم، یه توی ساختمون 20 طبقه بود، ما هم طبقه 18 بودیم فکر کنم. این یه ساوند سیستم خفن
هوم سینماتیک داشت، هوم سینما داشت تو خونه. آقا این آهنگو میذاشتیم، ولی میرفت رو مکس طبقه 18 تو بالکن. ایداری غزمن آقا ابی میخون، ما جیغ میزدیم. چقدر پاورفول بود این تنظیم، چقدر این ویدیو قدرت توش بود. واقعا دارم میگم تنظیم و ویدیو یه قدرت خاصی رو از ابی به ما نشون داد با این کار. جدی دارم میگم، دمت گرم نوید. که بی خود مثل تو گم شدم تو ظلمت تن. ای دریغ از تو که مثل عکس عشق هنوزم داد میزنی تو آینه من. قیافه ابی رو دیدی چقدر حسش بود. هالیوود. گریمون هیچ، خندمون هیچ، باخته و برندمون هیچ، تنها آغوش تو مونده غیر از اون هیچ. ای مثل من تک و تنها، دستامو بگیر که عمر رفت، همه چی توی زمین. این حالتهای ابی عالیه توی سیس خوندنش و اجراش. و آسمون هیچ. ای دریغ از من که بی خود مثل تو گم شدم تو ظلمت تن. ای دریغ از تو که مثل عکس عشق هنوزم داد میزنی تو آینه من. این سیستم دوربین‌های قدیمی و رترو هم که واقعا یک زمانی و هنوزم که هنوزه تو یک ویدیوهای خاصی جذابیت فوق‌العاده‌ای رو داره، اگر به داستان کار بخوره که اینجا واقعا میخوره. گریمون هیچ، خندمون هیچ، باخته و برندمون هیچ، تنها آغوش تو مونده غیر از اون هیچ. این تو اون ساوند سیستم رفیقم صدا مکس بلند تو گوشت میگو میگو ای داری بی تو میمیرم، همه بود و نبود.
بهت میگم بهترین آرتیست تو فیلم برداری کن یعنی این. بیا پر کن منو ای خورشید دل سر، بی تو میمیرم مثل قلب چراغ، نور تو بودی که منو از تو جدا کرد. همین الان فقط گوش کن ببین اریک اون زمان چیکار کرده. تو رو قرآن گوش کن. لایو، همه چی لایو، کامپیوتر نه منم. دیوونه دارم میشم. مگه داریم انقدر خفن؟ ولی دقت کنید هرچی اومدیم مدرن تر شدیم، تنظیما خالی تر شد، هرچی قبل تر بود تنظیما شلوغ تر بود، ولی تو همون اون شلوغی بدونه، یعنی یک بار میرفتن یه گروه نوازنده میرفتن توی استودیو لایو، همه با هم میزدن میومدن بیرون. فکر کنید اون چیزی که داشتیم میشیدیم، اون پیانو و اون ریتم و گیتار برقی و اون بلوزی که داشت با اون ساند آکاردون، نه اسمش چی بود یادم رفت، هیجان زد بالا یه دفعه. اصلا وای دمتون گرم، واقعا هنر بی‌نظیر ترین چیزی هست که توی هستی ما وجود داره و ما میتونیم ازش لذت ببریم. واقعا دارم میگم. و هنرمندانی چون سیاوش قمیشی، ابی، تکرار نشدنی، عاشقتونم. نمیدونم چجوری توصیف کنم این عشقو به ابی و سیاوش قمیشی عزیز و حالا هنرمندان دیگر هم همینطور، ولی الان این دو بودن که ما رو به این وجد رسوندن و اینکه بمونید برامون تا همیشه. تایم اوت. بالاخره رسیدیم به نقد و بررسی 5 آهنگ برتر این هفته اپلیکیشن و سایت نواهنگ که شروع می‌کنیم با آهنگ شماره 5 از حسین توکلی عزیزم با نام از عشق بگو، با ترانه‌سرایی رامین خالقی، آهنگسازی خود حسین توکلی و تنظیم و میکس و ماسترینگ فربد یزدانفر. برگردیم. ذوقشو دارم یه روزی بی هوا سر برسی، کلی منتظر بمونم تا تو از در برسی. یه دل دیوونه دارم بشه فرش زیر پا، بره جونم واسه اون طرز نگاه. عشق میگن تو رو میگن جونمم بگی میدم، عید دنیا رو زدم وقتی که تو رو دیدم. عشق میگن تو رو میگن جونمم بگی میدم، عید دنیا رو زدم وقتی که تو رو دیدم.
رفقا دیگه تایم اوت. خب با هم دیگه شنیدیم کار حسین توکلی عزیزم رو که خیلی کار خوبی بود. کلا کارهای رنگدار اینجوری جذابه برای ما ایرانی‌ها و توی کالچر و توی خون و دی ان ای ما هستش. دلیلش هم نمیدونم واقعا مهره مار داره چی داره که اینجوری توی بدن ما هستش این 6 و 8 کارهای رنگدار. البته اگه خوب هم اجرا بشه ها، یعنی خب خیلی مهم هستش که اون تنظیم، اون ملودی و اون ترانه و اون اجرای خواننده چجوری روی اون کار رنگدار نشسته. و خیلی وقت هم بود که حتی از بیرون ایران هم یه همچین، یعنی در این حد دیگه غیر نداشتیم. چرا علی عبدالمالکی عزیزم کارهای 6 و 8 اینجوری زیاد داده تو این مدت اتفاقا به بازار، ولی این دیگه واقعا خیلی رنگش بالا بود و اون غیر الهی توش بود اصطلاحا، اگر بخوایم این اصطلاح رو به کار ببریم. کلا تایمینگ خوبی به بازار ارائه شد. تنظیم و میکس و ماسترینگ هم واقعا استاندارد بالایی رو داشت که واقعا به گوش و دل میشست. ترانه و ملودی هم همچنین، این رو دربارش میشه گفت به راحتی. حال و هوای خوبی داشت کلا کار و اجرای حسین عزیزم هم اجرای استاندارد و قشنگی بود. فقط یک مقدار شاید اوج کار اگر روی گام پایینتری اجرا میشد بهتر هم در میومد، ولی ممکن بود روی ورس ها یک مقدار تاثیر منفی بذاره که متوجه میشم که چرا این گام رو انتخاب کردید، ولی توی اوج یک مقدار فشار روی پنجره حسین توکلی عزیزم رو میتونستیم بشنویم. کاور کار هم که خیلی خوشگله، هم طراحی هم فونتاژ. فقط 2 نکته منفی داره که اولیش چیه؟ بگو، زود بگو، همین الان بگو. شدم جواد خیابانی. دقیقاً تایتل های اضافه خاموش. و نکته دوم زیادی خام بودن تصویر خود حسین نسبت به طراحی کل کار، یعنی بک‌گراند و فونتا و همه رنگ و اصلا خیلی خام بود حسین عزیز اون وسط. چفتر میتونستید حسین توکلی عزیزم رو روی این طراحی قرار بدید. بریم سراغ کامنت. فریبا نوشته دم عیدمون عید شد با این آهنگ، ارور عید دادم. گلی نوشته ماشاءالله دست شما درد نکنه، مثل همیشه بی‌نظیر و عالی، موفق باشی، تشکر برای ترانه زیباتون. البته باید ترانه سرا رو منشن میکردی گلی جون. خانم سوگل نوشته اوف عالیه، چه عشقولی خوندی. فکر کن بری برای حسین توکلی عزیز بنویسی چه عشقولی خوندی. جل الخالق. رقیه نوشته همه آهنگاتون شاد هستش، نمیشه نظر داد، همشون عالی، ماشاءالله. شما انقدر خوش صدا هستین، موفق باشید. ولی قلب شکست یه دفعه ته ماجرا. چرا رقیه؟ مگه اصلا حرفی زد حسین عزیز؟ مگه جوابی داد که یه دفعه شکستی اون تهش؟ می نویسی میشکنی؟ جل الخالق. آرت تاراهی نوشته محشر به پا کردی حسین جان، قشنگ بود. به هر حال به کل تیمتون تبریک میگم. آهنگ شماره 5 این هفته اپلیکیشن و سایت نوائن شد. دوستان عزیز و برندهای خوش سلیقه‌ای که در اروپا به سر میبرید و دوست دارید که اسپانسر این برنامه بشید و یا محصول و خدمات خودتون رو توی این برنامه معرفی کنید، میتونید با واحد بازرگانی شبکه ماهواره‌ای نواهنگ از طریق واتساپ یا تلگرام با شماره تلفن 2035 84 13 14 64 64 تماس برقرار کنید. برای اولین بار سنگینه بار تن برام دلم گرفت. ای قشنگ تر از پری دوست دارم بگی تو رو سری چون سری رو پری الهی معروف پری بالاست برجم بی برو برگرد. بریم سراغ آهنگ شماره 4 این هفته از روزبه بمانی عزیزم با نام اول ندیدمت، با ترانه سرایی خود روزبه بمانی، آهنگسازی حامد حسینی و تنظیم و میکس و ماسترینگ سعید زمانی. برمیگردیم. هر چی که من گفتم ازت تصویر داره خود به خود، یک آن تماشا کردمت، هر چی که گفتم شعر شد. اول ندیدمت انقدر حرف
زدیم که عاشقت شدم، از بس شنیدمت نزدیکتر شدیم. پرسیدم عاشقی چیزی نگفتی و من تازه دیدمت. گفتی جهان یعنی یک ثانیه جنون بین تو و خودم. من بغض کردم و مبهوت عمق این دنیای تو شدم. تو 40 سالگی از مرز بچگی من با تو رد شدم. پیشم نشستی و من راه رفتن و تازه بلد شدم. اول ندیدمت انقدر حرف زدیم که عاشقت شدم، از بس شنیدمت نزدیکتر شدیم. پرسیدم عاشقی چیزی نگفتی و من تازه دیدمت. رفقا دیگه تایم اوت. خیلی خوب، کارو با هم دیگه شنیدیم و روزبه بمانی دیگه داره خستم میکنه. واقعا دارم میگم مگه داریم؟ مگه میشه آدم انقدر هنرمند خفنی باشه؟ بابا یه کاری بکن، یه چیزی بگو که ما بتونیم نقدت کنیم، یه چیز منفی باشه. چرا انقدر خفنی روزبه عزیزم؟ از همه نظر، شخصیت، هنر، انسانیت، اصلا نامبر اونو، واقعا بی‌نظیری. و دوستای عزیز هنرمندم هم که توی این کار زحمت کشیدن هم واقعا خسته نباشید. چقدر کار زیبا بود. سعید زمانی عزیزم، حامد حسینی عزیزم، همگی واقعا کارتون رو به شکل پر استاندارد و خفنی انجام داده بودید. و کاور کار هم که خیلی ساده، سیمپل و شیک هستش. حتی تایتل های اضافی هم به قدری ریز و شیک هستن که انگار خاموشه تایتل ها. به به. بریم سراغ کامنت ها. علی نوشته نمیشه همین روال ادامه داشته باشه و هر هفته یه ترانه از شما منتشر بشه؟ هر چیزی زیر دل میزنه، من اینو میتونم بگم. یعنی بالانس حرف اول و آخر رو توی زندگی میزنه. بروسلی خدا بیامرز به اون یینگانگ اعتقاد داشت و میگفتش که این سیاه و سفیدی همدیگه رو کامل میکنن و یک بالانسی به وجود میارن و اون بالانس مهمه. یعنی اگر شما هر روز هم بخوای روزبه بمانی به همین خفنی که گفتم اول کار رو گوش کنی، ممکنه از روزبه عزیزم هم خسته بشی. واقعا این طبیعت انسان هستش. پس نه، هر هفته نه. همون دلتنگیه باعث میشه که بعضی موقع ما ارزش یه سری کارها رو بیشتر میدونیم. اونم ما انسان‌ها که سری واسمون یه کاری بی ارزش میشه و میشه انتظار. هیچی دیگه. از فردا میخوایم برین در خونه روزبه بمانی بگید شعر ما کو. خانم فرشته نوشته فقط منم که وقتی آهنگ جدیدت منتشر میشه انقدر گوش میدم و میذارمش رو تکرار که حرف به حرفش جزئی از وجودم میشه؟ نه خیر، شما یه هاردکور فن روزبه عزیز هستید که روزبه بمانی عزیز هاردکور فن زیاد داره. تنها نیستی. فکری هستی؟ فرشته دوباره نوشته خالق ترکیب و تعابیر زیبا. عرفان کریمی نوشته تو تاریخ نویسی میکنی با این موزیک های خوبی که منتشر میکنی. درسته، همه اینا در تاریخ ثبت میشه. راشین نوشته خوشحالم که بعد از سالها اشعار دلی و نابتون در قالب آلبوم برف و کاج مهمان دل هوادارانتون شده. اشعار دلی و نابشون هستش این اشعار این دوتا آلبوم. جالبه. ملت اطلاعاتی دارن که بعضی موقع عجیب میشه. شهر عجیبی. به هر حال به کل تیمتون تبریک میگم. روزبه جان، آهنگ شماره 4 این هفته اپلیکیشن و سایت نباین شد. خب بریم سراغ آهنگ شماره 3 این هفته از فاطمه مهلبان هنرمند. یاد تو با ترانه‌سرایی سلمان امیرسالاری، آهنگسازی خود فاطمه مهلبان و تنظیم و میکس و ماسترینگ بنیامین عمران خفن برمیگردیم.
یاد تو گل کرده تو باور خونه رو شاخه احساس عمری نمیخونه گلها منو با تو خونمون دیدن پژمردن اما بوی تو رو میدن بوی تو رو میدن بوی تو رو میدن عکس تو رو هر شب یادت نشون میده دلتنگی گلها رو دست خزون میده هم صحبتم اینجا جای تو دیواره چشمام به جای عشق سیلاب خود داره گفتی که عشق من پایان نمیگیره گفتی دلم بی تو از زندگی سیره گفتی دلم بی تو از زندگی سیره رفقا دیگه تایم اوت. به 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 فاطمه مهلبان عزیزم، همانند آرتیست قبلیمون روزبه بمانی عزیز، شما هم دیگه هر دفعه دارید خفن و خفن‌تر میشه کارهاتون، خودتون، کاورهاتون. اصلا خیلی خیلی خوشحالم که 2 تا آرتیست، یک بانو و یک آقا، اینجوری پشت هم میان توی برنامه و به این صورت قوقا به پا میکنن. واقعا جذابه. و واقعا این کار فاطمه مهلبان عزیزم که حتی آهنگسازیش هم خودش اندافه بر عهده گرفته بود، مثل کارهای قبلیش واقعا بی‌نظیر بود. و بر عهده گرفتن آهنگسازی این کار توسط خود فاطمه مهلبان عزیز، واقعا نمیدونم اولین تجربهشون هستش یا کارهای دیگه ای رو هم انجام دادن، من اطلاعاتشون ندارم راستشو بخواین، ولی بهتون تبریک میگم فاطمه جان، به خوبی انجام داده بودید این کارو و کار خیلی قشنگی شده بود. آنست بخوام بگم کارهای قبلیتون یک تاچ کوچیک، یک مقدار خیلی کوچیکی از این کارها میتونست بالاتر قرار بگیره توی جایگاهش، ولی این کار هم خیلی قشنگ بود. بهتون تبریک میگم. ترانه سلمان امیرسالاری عزیزم هم که واقعا جذاب و بی‌نظیر بود. تنظیم و میکس و ماسترینگ بنیامین عمران خفن هم که مثل همیشه بی‌نقص و پرفکت انجام داده بود کارشو و ما اینجا واقعا لذت بردیم. واقعا دمتون گرم و همگی خسته نباشید. کاور کار هم که کاور خوشگلیه، واقعا خیلی شیک و ساده بدون تایتل های اضافه. دمتون گرم. شاید من بودم اون اینستاگرام فاطمه جان رو هم یک گوشه ریز می نوشتم تا زیر کار، ولی باز خدا رو شکر که تایتل های اضافی خاموش شده. دمتون گرم. بریم سراغ کامنت ها. به به راغب عزیزی هنرمند خفن، یک قلب سفید، و خانم فاطمه عزیزم هم که درود و مهر در پاسخ راغب عزیزم. ما پم سم تو پم توم چه پیکور پم تپم تو، از اسمش رفتیم تو ریتم. سلام، مثل همیشه نامبر وان، صدایی دلنشین که روح و جسم رو نوازش میده. انشالله همیشه بدرخشید مهلبان جان. ایشالله. کیوان نوشته بسیار عالی، تک ستاره مازندران، دیگه دارید زیادی اشاره میکنید. ریسیسمیم چرا مازندران، گیلان، فارس، اصفهان، ایران. عبدالله نوشته تنین صدایتان همانند ترنم باران است بر روی گل. هزاران درود و هزاران سپاس از این همه احساس قشنگتان. حاجی ما کامنت گذاشتنمون این شعر میمونه. چند وقت پیش یه استندآپ کمدین آمریکایی بود میگفت Persian guys when they talk Persian it's like they talk in poetry، یعنی داشت میگفتش که انگار دارن با شعر با هم دیگه صحبت میکنن. میگفت صحبت بخیر گل زیبا روی محفل گرم من. اصلا اینو میخواست آمریکایی میگه ما میگیم good morning flower، بازم معنی خوبی نداره، ولی واقعا تو رو قرآن ما کامنتمون خودش یک شعره، یک سروده است. دم شما گرم عبدالله جان. سیلورگیت نوشته دمت گرم فرشته زمینی، حتی به اشتباه تو رو قرآن یکی بیاد برای من اینو ترجمه کنه. التماس میکنم یکی بیاد کامنت بذاره معنی این کامنت رو. موزیک اصفهان نوشته شکیلای جدید، جای شما خواننده های توی مارکت خالیه. شکیلای جدید که اجازه بدید نپذیرم. مهلبان جدید، مهلبان جدیدی که در هنر ایران هست شما میتونیم ازش لذت ببریم. شکیلای جدید هر کسی خودشه، تموم شد و رفت. جای شما خواننده های توی مارکت خالیه یعنی چی؟ بگو دیگه، مردی بگو خودت.
خودت مردی جواب خودتو بده. به هر حال به کل تیمتون تبریک میگم. مهربان جان، آهنگ شماره 3 این هفته اپلیکیشن و سایت نوان شدید. خب بریم سراغ آهنگ شماره 2 این هفته از آرون افشار با نام جان جان با ترانه سرایی محمد سلطانی، آهنگسازی خود آرون و تنظیم و میکس و ماسترینگ معین راهبر. بعد میگردیم. آرون افشار. رفقا دیگه تایم آوت. خیلی خوب، با هم دیگه شنیدیم و یک تکون ریز هم دادیم به کار جدید و ریتمیک آرون افشار، یک کار جنوبی برای شادی و رقص که معین راهبر عزیزم خب کارهای خیلی خوبی رو همیشه ازش شنیدیم و اینکه این کار هم با استانداردهای بالای همیشگی معین عزیز به بازار ارائه داده شده بود و ما داشتیم لذت می‌بردیم. ترانه محمد سلطانی هم ترانه خیلی خوبی بود، واقعا به کار نشسته بود، ولی ملودی خیلی الهام گرفته شده بود. یعنی من داشتم انگار که یک ملودی محلی قدیمی جنوبی رو گوش میدادم که حالا شاید یک مقدار دستکاری شده بود و مدرنیزه تر شده بود اگه بخوایم بگیم. مثلا یک مقدار منو یاد کار سعید محمدی عزیزم هم مینداخت که حدوداً 25 سال پیش به بازار اومد و خیلی بندری بمبی هم بود. یعنی واسه زمان خودش یادمه که خیلی بندری خوب و شاد و ریتمیکی بود که همه جا استفاده میشد ازش و سعید عزیزم هم سر اون آهنگ خیلی اجراهای خوبی رو تونست انجام بده و یعنی آهنگ هیتی بود برای سعید عزیز اون کار، که فکر میکنم همون کار هم دقیقاً از همین فرمت استفاده شده بود که یک جاهایی از ترانه کار یا ملودی کار ملودی و ترانه محلی جنوبی قدیمی بوده که سعید عزیز اون موقع برداشته بود و یک مقدار برای اون زمان مدرنیزش کرده بود. البته اینو بگم اصولا نه همه آهنگای بندری و جنوبی مون، ولی اون زمانها و تو همین سالهای اخیر هم خیلی شده که محلی‌های آهنگ‌های محلی‌های قدیمی جنوبی بازسازی شده و یک مقدار دستکاری توی ملودی شده و به بازار ارائه داده شده. کاور کار هم واقعا خوب نشده، نه طراحی نه کیفیت و پر از تایتل های اضافی که یه جورایی آدم سرگیجه هم میگیره. بریم سراغ کامنت. خانم ناهید نوشته کنسرت آمریکا چه خبر؟ صندلی رو ازم گرفت. امید نوشته تو موسیقی رو نمیسازی بلکه بهش ریتم زندگی میبخشی داداشم. لیلا نوشته ناامیدمون کرد. نوید نوشته من نمیخونم. نیکا نوشته بابا ایول جناب عرب. دورسا نوشته آفرین به آهنگساز، این تنظیم بی‌نظیره و واقعا احساسات رو منتقل میکنه. آفرین به آهنگساز، این تنظیم بی‌نظیره، ترانش منو دیوونه کرد. اینم کم مونده بود بنویسی. آفرین به آهنگساز، تنظیمش بی‌نظیره. کدومش بالاخره؟ البته جفتش خوبه ولی مشخص نکردی. سوگن نوشته زمانی که این آهنگ رو گوش میکنم یاد خاطرات خوبی میافتم. واقعا حس خوبی داره. بیافت. به هر حال به کل تیمتون تبریک میگم. آرون جان، آهنگ شماره 2 این هفته اپلیکیشن و سایت نوان شدید. خب
بالاخره رسیدیم به آهنگ شماره 1 این هفته از علی عبدالمالکی عزیزم با نام یه شاخه گل، با ترانه‌سرایی، آهنگسازی و تنظیم علی عبدالمالکی و میکس و ماسترینگ آرش نوایی. برمیگردیم. شاخه گل تو دستمه تا که بیای ببینمت، دلهاره دارم بی خودی تا لحظه رسیدن. اوکی تا اینجا شنیدین؟ علی جان ببخشید ولی اینجا رو برم. کوچه بالایی دختری میشینه که دلش مثل دل من صادقه. برو بری. شاخه گل تو دستمه تا که بیای ببینمت، دلهاره دارم بی خودی تا لحظه رسیدن. منتظرم سر ساعت تا تو بیای رد بشی، آهای تموم زندگیم نکنه با بد بشی. پشت سرت را میام تا برسی خونتون، مواظبم کسی مزاحم نشه تو کوچتون. کاشکی تو هم مثل من عاشق بارون باشی، کاشکی که لیلی بشی و عاشق مجنون باشی. خب علی جان یه بار دیگه منو ببخش. خدا از اندوه تو پاییز و نقاشی کرد. برو برید. خدا انگاری تو رو نقاشی کرده، آدم ای دلش میخواد دورت بگرده. تو گل یاسمنی تپش قلب منی، من که حرفی ندارم قلبمو از جا بکنی. تو گل یاسمنی تپش قلب منی، من که حرفی ندارم قلبمو از جا بکنی. رفقا دیگه تایم اوت. به 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 کارو با هم دیگه شنیدیم. آهنگ شماره 1 این هفته از علی عبدالمالکی، یک شاخه گل، که واقعا چه کار قشنگی بود، چه حس و حال خوبی داشت. من واقعا لذت بردم از کل کار و چه اجرای خوبی داشت علی عزیزم. باز هم یک بار دیگه انتخاب درست گام روی صدای علی عبدالمالکی داره اینجا به گوشمون میرسه که توی گفتم سری پیش هم توی کارهای یک سال اخیرش واقعا علی عبدالمالکی خیلی هوشمندانه و با تجربه بسیار بالا داره این انتخاب‌ها رو انجام میده. دمت گرم علی جان و تیم هنریت. ترانه کار خیلی شیرین بود، ملودی هم واقعا جذاب بود. حالا درسته که اول ورس اول من یاد ثریا افتادم و اول ورس دوم من یاد کار اندی افتادم، ولی خب ترجیبنده کار دیگه یاد آهنگی نیافتادم و اونجاها هم فقط میگم شروع کار بود که یک لحظه با اوورتورهایی که زده شده بود من رو میبرد توی اون حس و حال و فقط هم میگم شروع کار بود. این حس بهت داده نشه که من دارم میگم شما اینجا اسکی کردی یا خدایی نکردی همچین فکری بکنی، فقط نه، اون حس و حال ترانه و سبک و سیاق کاری داشت من رو میبرد تو اون داستانها. میکس و ماسترینگ آرش عزیزم هم که واقعا بی‌نقص بود و پر استاندارد و خیلی جذاب. ولی علی جان واقعا به عنوان رفیقت دارم میگم چون رفیقم هستی، تنظیم کار میتونست یک مقدار بهتر بشه، جای بهتر شدن رو توی تنظیم داشتی. کاور کار هم که از ویدیوی کار گرفته شده که خیلی جذابه واقعا و همه چی هم که خوشگل و رنگی و اصلا شیک. بریم سراغ کامنت. به به سعید سام دوست داشتنی، چقدر دلم برات تنگ شده سعید جان، ان شاءالله استودیوت ردیف شو به زودی در خدمتت باشیم که اسماعیلی قلب گذاشته. وفای عزیز نوشته در هر استایل عالی علی خان.
مهدی فروغی عزیز نوشته 0 تا 100 کار هم که با خودتونه. به به. مهشید عزیز نوشته تایپ آهنگ‌های دهه 60. پس مهشید عزیز هم رفته تو اون سیستم داستانی من. نرگس نوشته چه خاطراتی داریم با آهنگاتون. مهدی نوشته چرا عینک میزنی؟ همه جا مگه آفتاب هست؟ ببین مهدی جان اعصاب منو خورد نکن. اون عینک جزئی از تیپ و ژست و استایل اون ویدیو هستش که کل بند عینک زده. بعدش هم نشستن جلوی نورهایی که در استودیو به کار برده میشه، مثل این ستا لامپی که توی صورت بنده هستش، گرما میده به شما، چش رو اذیت میکنه و خیلی راحت‌تر هست با عینک دودی. ولی اینجا به هر حال به خاطر استایل تیپ و کاری هنرمند و بند عزیز هستش که همشون عینک دارن. بس کن. به هر حال به کل تیمتون تبریک میگم. علی جانم آهنگ شماره 1 این هفته ی اپلیکیشن و سایت نواهن شدید. رفقا رسیدیم به آیتم معرفی موزیک ویدیوهای جدید این هفته که شروع میکنیم با ویدیوی اول از شهره عزیزم با نام خوشقلب به کارگردانی کسرا شجاعی. شدی بلای جونم، برای تو بمیرم، خوشقلب مهربونم، دنیای من همینجاست کنار خط اخمات، جهان خلاصه میشه تو کهکشون چشمات، میخوام به جای دنیا دور سرت بگردم، عشق توی شهر رو دیوونه خونه کردم، میخوام به جای دنیا دور سرت بگردم، عشق توی شهر رو دیوونه خونه کردم، دیوونه خونه کردم. ویدیو دوم از ارشیاس عزیزم با نام غرور به کارگردانی فرزان دلار. باید اون شب خیلی بیشتر میگرفتم بغلت، اگه اینو میدونستم که قرار آخره، من ساده ندونستم میری که دیگه نیای، فکر میکردم واسه بارونه که گونه هات تره. و ویدیوی بعدی از محسن ابراهیم زاده به کارگردانی علیرضا سفرنجات. یکی اما دوتا باید کنار بکشه، برو نمیخوام بسی اضافه بشه، بهتر منو پیدا کردی دیگه من چشمم
هستم نترسم نمیشم اصلا عوض من همینم هستم که هستم دیگه میخوام اسم تو توشی من هستم میام اینجا دلم به خودم موقع عوض کنم میخوام بشینم با هر کسی که هست زنگ بزنی قطع کن و آخرین ویدیو این هفته از ادوین عزیزم هستش که بازخوانی کار کیه کیه رو انجام داده با کارگردانی جیکاب پازوکی. آسمون به اون کپی روشش نوشته هر کی یارش خوشگله جاش تو بهشته آی شیرین جانم آی شیرین عمرم گر نخوای بوسم بدی بذار بسونم بلالم سی خودت کردی کبابم سی خودت کردی ای گل لاله ای گل نرگس بهتر از شهر خودم ندیدم هرگز بلالم سی خودت کردی کبابم سی خودت کردی رفقا به پایان آمد این دفتر، ولی خب تا زمانی که موسیقی هست حکایت همچنان باقی است و ما هم در خدمت شما دوستان عزیز هستیم برای یک اطلاع رسانی و فرهنگ سازی درست که توی اپیزود آخر از فصل سوم برنامه تایمات با بهراد با هم دیگه برگشتیم به 15 سال پیش و ویدیوی خفن خالی از ابی عزیزم رو به کارگردانی نوید اخوان رو دیدیم با هم دیگه و بعدش هم که هنرمند انتخابی هفتگی رو این هفته نداشتیم چون کلی توضیحات داشتیم درباره 3 فصل قبلی و فصل جدید. ولی خب نقد و بررسی 5 آهنگ برتر هفتگی اپلیکیشن و سایت نواهنگ سر جاش بود که این هفته عبارت بودن از شماره 5 حسین توکلی، شماره 4 روزبه بمانی عزیزم، شماره 3 فاطمه مهربان هنرمند و شماره 2 آرون افشار و شماره 1 هم که علی عبدالمالکی این رفیق شفیق خفنم بود. و در آخر هم که آیتم معرفی موزیک ویدیوهای جدید این هفته رو داشتیم که کار جدید شهره دوست داشتنی هم بین کارها بودش که با هم دیگه تیکه از این ویدیوها رو دیدیم. و اگر آیتمی بود بین این آیتم هایی که الان با هم دیگه مرور کردیم که شما عزیزان از دست داده بودید، هیچ نگرانی نداره. میتونید بازپخش اول برنامه رو جمعه ساعت 9 شب و بازپخش دوم برنامه رو یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران از شبکه ماهواره نواهنگ نگاه کنید. و اگر جایی بودید که دسترسی به ستلایت نداشتید، باز هم نگرانی نداره، میتونید همین الان گوشیاتون رو بردارین و با دوربینش این QR کدی که اینجا روی تصویر میاد رو اسکن کنید، وارد کانال رسمی یوتیوب برنامه تایمات با بهراد بشید و اونجا دسترسی کامل داشته باشید به آرشیو کلی برنامه از فصل اول تا فصل سوم. و در آخر هم که دوستان عزیز و برندهای خوش سلیقه‌ای که در اروپا به سر میبرید و دوست دارید که اسپانسر این برنامه بشید و یا محصول و خدمات خودتون رو توی این برنامه معرفی کنید، میتونید با واحد بازرگانی شبکه ماهواره نواهنگ از طریق واتساپ یا تلگرام با شماره تلفن 2035 84 13 14 64 64 تماس برقرار کنید. قربون گوشه و چشاتون برم که 9 ماه شد با شما عزیزان بودیم. برمیگردیم و میکنیمش 1 سال. چاو بلا.